این بار اول ما است که به هندوستان میاییم. از خردی در ارتباط تجارت با هندوستان، رفت آمد با هندوستان، با مناسبت های خوب قدیمی ملت مردم عزیز افغانستان و هندوستان در ذهنهای داشتیم و روزی که اینجا آمدیم در خاک هندوستان قدم گذاشتیم، استقبال بزرگان حکومت و وزرا، رؤسا و هر فرد ملت عزیز هندوستان که میبینیم روحیه ما عالی می شود. This is my first trip to India, but the relationship of India and Afghanistan, it is not only today's relations, it is very long and old. From the day one when I landed in India, I received warm welcome from the Indian government, Ministry of External Affairs, and with whomever I met. So I feel like it's my own people. So I don't feel like I'm in a ajnabi place. So it is our country, and I feel just like you said, our DNA is one. So that's the idea. این خاک سرسبز و شاداب و ملت مسلکی و با تجارب عالی و با دست بالا و استقبال گرم و حمایهشان از ملت افغانستان، این امیدوار کننده است که ملک جنگ زده 40-45 ساله ما هم میتونن سرپای ایستاد شوند در همه بخش‌های، خصوصا هم شغل اشتغال زایی اکثریت ملت مردم افغانستان 80-85% که در بخش زراعت و مالداری و آبیاری مشغول هستند، اون را براه بیاریم و از سیستم های سنتی سابقهشان بکشیم، با علم استعدادهای معاصر امروزی برابر بکنیم، چون که یک ملک خوب دوست قدیمی ما در پهلوی ماست. This warm welcome which we received, it is a kind of a hope for the people of Afghanistan. The hospitality which I receive, it is depictions to our people. That it is not for us, but it is the welcome for our people, and it brings the hope for the betterment of our people. As you know that 80% of our population, they are busy in livestock, agriculture, and irrigation. So for that, to make them more modernized and make them more facilitate, we should remove those traditional technology which they were using. So this is the time to modernize them with new technology, as you, each and every distinguished member mentioned. این مناسبت دوستی ما از امروز و دیروز و فردا نیست، از قدیم الایام، از صدها صد سال سابقه قدامت دارد و هیچ منطقه بازار افغانستان نباشند که در اونجا از اهل هنود از سابقه آثار تاریخ و نشانه نداشته باشند و خود ولسوالی ما مردم تقریبا یگان چند ده هزار خانوالا هستند که تا به حال او قوم اهل هنود گفته می شوند که با امرای ما مردم در یک منطقه و بازار گزاره می کنند. همه یکی هستیم، هیچ نوع فرقی در مابین ما دیده نمی شود. The friendship which we have, it is not of today's. It is from centuries. And this friendship we can see in our country, and specifically in my own district, from where he belongs, from the northern Afghanistan. He says that we are having the Hindu community in my district, which is far away from the capital. And we are living with very peaceful and with very love, so no problem and no hesitation we feel. So they are our people, and we are feeling very proud. خصوصا هم که امروز در جمع شما تجارای عزیزی که از تجارب خوبی برخوردار هستین در جمع شما قرار داریم، خیلی خیلی خوشحال هستیم. چرا؟ تجارای هر ملتی، هر ملکی، اونا عمل کننده فلانهای دولت هست. دولت ها زمین ساز و فرصت ساز
و کمک رسان برای تجارهای عزیز است. تجارها تطبیق کننده پلانهای دولت در ارتباط اقتصاد و صنعت و تجارت و رشد و هستند. امروز ما در بین شما تجارای عزیز، دوست عزیز از ما ملت عزیز هندوستان هستیم و خیلی خوشحال کننده است. امیدوار هستیم مثل که مفتی صاحب بزرگوار گفتن ما و شما در موضوعاتی گپ میزنیم با هم در ارتباط تطبیقش. مفتی صاحب سفیر ما و همچنان وزارت خارجه شما اینجا نماینده هایشان حضور دارند و همچنان اینجا عطشه ما حضور دارند، هاشمی صاحب و بریاله صاحب. با اینا میخوایم که قدم به قدم با کمک اینا به زمین سازی اینا پیش برویم. شب ما با سرپرستی مشاور خود یک کمیته هم تشکیل دادیم که کدام موضوعاتی که ما اینجا با امرای وزارت خانه ها، با امرای تجارت خانه هایی که گپ میزنیم اینها را قدم به قدم عملی بکنیم و پیش ببریم. Especially today, I'm among you, sitting with you. This is a very proud moment for me and a happy moment for me. I feel very proud and happy. As you know that the traders, they are the backbone of a country. And they are the people who are implementing the policies of the country, of the governments. So that's why we need to support our traders. So when we support the traders, so the trader will, in return, they will support the government and the whole country. So today, as my ambassador, CDS Mufti Nur Ahmad Noor, he also expressed his views that we will collaborate and we will work together. With me, our commercial attaché is also here. He will also be in contact with you. First Political DG, Bariala Sahib, is also here among our delegation, and my advisors are also here. Even yesterday night, I assigned a committee to whatever commitments we do, whatever the Indian governments, they are providing their cooperation with us, they have to point each and everything and to work for each and every point, whatever is raised. So we are committed, working with you, and inshallah we will work. تشکر. بعد از 40 سال 45 سال بعد مشکلات و جنگ و اشغال و تجاوز خارجی ها در افغانستان امنیت تامین شده. یک حکومت مرکزی واحد در مابین آمده. همه ملت عزیز افغانستان زیر یک چتر واحد جمع شدند و تمام مشکلاتی که از 45 سال باقی مانده بوده و به یک هدایت صمیمانه عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی که عفو عمومی صورت گرفت، دیگه همه مشکلات خانگی و قومی و منطقوی و سمتی همه خاتمه یافت. فعلا ما در یک فضای برادری و صمیمی قرار داریم و شب روزه که مجالسی که در کابینه ما و در شورای وزیران و در حضور رهبری امارت اسلامی، در حضور شیخ صاحب مبارک و مخصوصا هم که به خاطر رشد اقتصاد افغانستان معاونیت ریاست الوزرای امارت اسلامی که حاجی مولا عبدالغنی برادر آخوند است، هر هفته مجلس دایر می‌گردد. تنها ما در ارتباط رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری و زمینه سازی برای سرمایه‌گذاری و ساده سازی برای سرمایه‌گذاران و برایشان چه مشکلاتی که دارن اونا را برای حل کردن شب و روز مجالس میکنیم. ما غیر از رشد اقتصاد و توسعه اقتصاد و دیگه شب و روزا دیگه مجالسی نداریم. در این عرصه البته در همه بخشا ما در حالت قدم های اول قرار داریم. 50 سال بود دنیا رو به رشد بودن، ما 50 سال در حالت توقف بودیم. میخوایم که بعد از 50 سال قدم به قدم ورداریم و طرفونمو 50 سال پیشرفت دنیا برسیم. در این عرصه کمک شما و کمک به حکومت دوست قدیمی و عزیزمان هندوستان و همچنان به تجارای عزیز مخلصشان که با امرای ما در همه عرصه ها و تاریخ شانه به شانه در همه عرصه ها پیش رفتن، به کمکشان ضرورت داریم. در ارتباط مختلف بخش ها
خدا کنه زیاد نشده. As you know that 45 to 50 years we were in instability. But after these 45 and 50 years instability, today we have one central, powerful and uni-government which controls the whole geography of the country, and all the people, they are living under one umbrella, under one government umbrella, that is the Central Islamic Emirate of Afghanistan. So when the Islamic Emirate of Afghanistan, they came, all the problems which were there, and we were in a kind of situation, hang situation, no more development was there, no more improvement was there. Now we are going towards the prosperity, welfare. Our leadership, top leadership, starts from the Supreme Leader, Sheikh Habatullah Akhund, and our Deputy Prime Minister, Mullah Baradar Akhund, and the whole leadership of our cabinet. They are day and night working for and planning for the prosperity of the people, especially for the prosperity and betterment, welfare of the traders and the common people. So in this regard, we need your kind cooperation, collaboration in all aspects, so that to improve the life and situation of our people. تشکر. وزارت ما اساساً در ارتباط زراعت، مالداری و آبیاری و احیای جنگلات و احیای اراضی کار میکند. در همین عرصه ما خیلی امکانات خوبی داریم. در بخش مثال میوه‌جات بسیار میوه‌های خوب و با کیفیت داریم. میوه تازه و خشک. در ارتباط که میوه تازه خود در همون وقتش، یعنی اینجا کسایی که در بخش زراعت کار میکنن اونا خوب میدانن که زراعت در 3 نقطه جمع می شود: کشت و پرورش و برداشت. ما در هر 3 بخشش و خیلی کارهای پیش داریم که باید بکنیم. اونمو 80%، 75% ملت ما که در بخش زراعت مشغول است، چطور بتانیم که کشت سابقه سنتی اونا را به عصری تبدیل کنیم، طریقه کشتشه. و دوم طریقه پرورششه، چطور زراعت پرورش داده می شود. ما ای را هم مسیر پیشرفت داریم که باید زارعین ذهنش عادت شده به سنت های سابقه 50 ساله، سیستم سنتیش در ارتباط پرورش باید به عصری امروزی بیاریم. 3م قدمش باید در ارتباط جمع آوری، برداشت محصولات به چه شکل بکنیم. کسایی که اینجا در بخش زراعت کار میکنن اونا خوب میدانن. ما در این عرصه با کمک شما، با تجارب شما ضرورت داریم که در ارتباط کشت و پرورش و برداشت با هم کار بکنیم. این را به ملت مردم افغانستان یاد بدهیم، به دهاقین ملت مردم افغانستان. As you know, under my ministry, we are working in agriculture, irrigation, forest. These are the areas in which we are working. And our country, as you know, it's 75 to 80%, they are based on these 3 areas. People, they are dependent on this. So we produce best quality of fruits, that is fresh and dry fruit. As you know that most of you, they are familiar with the agriculture sector. Agriculture, the farmers, they need 3 categories of job, task. The first one is harvesting the grain. The second one is protection of their harvest, the agri. And the third one is collecting their crops, the final one. So we have to teach our farmers how to harvest, how to protect, and how to collaborate in modern way and very easy way, so that at the end the production should be too much, and the end is benefits for the farmers because they try their best. So we need to help our farmers. In this regard, we need your collaboration.
تشکر. بعد از پرورش که انواعی که دو تا رئیس صاحبا بسیار اظهارات خوبی داشتن و همچنان دکتر صاحب، یعنی بسته‌بندی میوه تازه و پروسس میوه خشک و سردخانه ها، پروسس انواع محصولات زراعتی و در بخش زراعت و محصولات زراعتی و همچنان در بخش مالداری القای نسل های خوب و ترویجش و در بخش مرغداری چه در ارتباط دانه های خوب و تخم نسلی و تخم خوراکی و همچنان مرغ گوشتی و امنیت غذایی عمومی و اکثرا مسلکی های ما که از پوهنتونه های هندوستان فارغ شدگی از 10 سال 15 سال پیش به خاطر ارتقای ظرفیت آنها که پیشترم گپ زدن و یک رئیس صاحب که در ارتباط نوآوری گپ زدن، خصوصا هم افغانستان بخش زراعت و مالداری و آبیاریش اشد ضرورت به نوآوری دارد. در ارتباط انرژی افغانستان بسیار زمینه خوبی مناسب هستند که انرژی بادی، برقی، آبی و زغالی، آفتابی در همهش بسیار مناسبی هستند. خصوصا هم رئیس صاحبی که در ارتباط مواصلات دهات گپ زدن، این گپ خیلی اساسی هست. وقتی که دهات با ولسوالی مواصلت کرده بتاند، ولسوالی با ولایت، ولایت با مرکز، در این شکل ما میتونیم که تجارت و زراعت و اقتصاد خود بسیار به خوبی از نقاط افغانستان به مراکز، از مراکز به دنیا انتقال بدهیم.